سلام با آرافودی عزیز. یه بار دیگه باز دوباره میخوام ببرمتون شمال با یک غذای گیاهی بسیار آسون و مقوی و خوشمزه به نام باقلا قاتق که اگه واقعا خوردین تا حالا که مزهشو میدونین، اگه هم نخوردین واقعا سرتون کلا رفت، که بسیار راحت و مواد اولیه‌اش هم بسیار ارزان و اینکه یه چیز خیلی جالبی که داره کنارش ماهی شور یا ماهی دودیه که حتما گیلانیای عزیز اینو به عنوان چاشنی یا نمک خورد میکنن، روی غذا میریزن. حالا چاشنی رو شاید اشتباه گفته باشم، ولی به جای نمک حتما روی غذا میریزن. و در طول سال که ماهی اونجا صید نمیشه، اینا یه خمره های بزرگی دارن که تویش این ماهی ها رو میندازن. خمره ها توی زمین دفن میشه و پر آب و نمکه و این ماهی ها که میره توش دیگه تا سال آینده خب معلومه دیگه با اون همه نمک سالم میمونه و در طول سال اینا پروتئین دارن که به جای نمک میریزن میخورن. بریم درست کنم و بیارم عملا نشونتون بدم. و مرسی ازتون که ویدیوهای منو لایک میکنین، کامنت میذارین، سابسکرایب میکنین. یه دنیا ازتون ممنونم. مرسی. آرافودی های عزیز، امروز اومدم باز از دیارم شمال با یه غذای کاملا گیاهی به نام باقلا قاتق. سیرا رو تکه تکه میکنیم، داخل گمج یا هر قابلمه دیگه ای تفت میدیم. بعد پاچه باقلا یا اگه نداریم با باقلا کشاورزی هم میتونیم درست کنیم، ولی باید بخیسونیم و بعد نمک و فلفل و زردچوبه رو هم حتما باید تفت بدیم، مخصوصا زردچوبه. بعد یه لیوان شوید تازه خورد شده یا اگه نداریم 3 تا قاشق شوید خشک و یه تفت خیلی کوچیک میدیم و روش یه لیوان آب میریزیم و در ظرف رو میذاریم تا پاچه باقلاها بپزه. همزمان کته را میذاریم با یک قاشق کره. وقتی که کته آبش کشیده شد یه تیکه ماهی شور یا دودی رو پوست میکنیم، داخل یک کاسه کوچیک میذاریم و روی برنج میذاریم تا با بخار برنج نرم بشه. باقله ها رو وقتی که تست کردیم و دیدیم پخته، روش 4 تا تخم مرغ میریزیم، باز در ظرف رو میذاریم برای 5 دقیقه تا زرده ها کاملا ببنده و سفت بشه. خب عزیزان آرافودی، باقلا قاتقمون آماده شد. من شکم‌مویی نتونستم تحمل کنم، یه خورده برای خودم کشیدم. و اینکه ما اینجا ماهی شور داریم همونجوری که براتون توضیح دادم. حالا عملیشم دارین میبینین که اینجوری پودر میکنن، معمولا روی اکثر غذاها میریزن، مخصوصا باقلا قاتق که حتما باید با این ماهی سرو بشه. و البته این ماهی به این علت ریخته میشه که به عنوان نمک غذا حساب میشه. و سیر ترشی هم که روی اکثر سفره‌های گیلانی ها حتما هستش و میدونی که و این یه غذای گیاهی و بسیار راحت و فکر کنم سرطه درست کردن باقلا قاتق یه ربع طول نمیکشه. یه ربع تا 20 دقیقه باقلا قاتق شما آماده میشه. و اینکه خیلی ممنونم از اینکه ویدیومو لایک میکنین، کامنت میذارین و سابسکرایب میکنین. امیدوارم درست کنین و نوش جانتون.